پاسدارخانه‌های شرف جنگ و مهنت در تربیت نسل نورس در روحیه وطن دوستی، خویشتن‌شناسی جوانان، پاس داشتن خاطره شهیدان جنگ بزرگ وطنی نقش بسا ارزشمند دارد. این نقطه ضمن برآمد رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر خوجند در جلسه جمع‌بستی عضوان بهترین آثارخانه شرف جنگ و مهنت بیان گردید. سهم مردم تاجیکستان در این غلبه خیلی و خیلی بزرگ است. هیچ وقت فراموش نکنیم سخنرانی سرور دولت ما که هر سال با مناسبت 9 مای مردم تاجیکستان رو تبریک میکنم. عزیزان، آثارخانه آینه حیات است. بحری آمادگی و تجلیل جشن 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941 1945 ریاست شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر خوجند عضوان مذکور را بین 12 آثارخانه‌های شهر تشکیل و برگزار نمود. کمیسیه در حیاتی 7 نفر ما تحصیل کرده بودیم. در شهر خوجند چند تا آثارخانه نباشد همش رفته قطعی نظر و مکتب اندمی، دانشگاه اندمی، خواننده می، مؤسسه های تعلیمی اندمی همش رفته این کمیسیه تحلیل و بررسی کردن. در آزمون مذکور همین طور جای اول با آثارخانه بریگاد 99 تیراندازی مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 3 و جای دوم با آثارخانه دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов، جای سوم نصیب لیسه تکنیکی ساختمانی گردید که با دیپلم و تحفه های خاطروی سرفراز گردانیده شدند. احترام گذاشتن به شهیدان جنگ بزرگ وطنی، ترغیب و تشویق کارنمایی‌های آنها در عقبگاه هنگام سالهای جنگ افتخار وطن دوستی و هویت ملی ما می باشد.